سلام، با قسمت دوم آموزش جذب مشتری از طریق اینستاگرام در خدمتتون. قسمت قبلی یه سری لازمه های اولیه و فاکتورهای اولیه رو گفتیم مثل پیجاتون که اول از همه هر کسی پیج خودش رو چک بکنه، یه سری ویترین سازی انجام بده و یک سری نکات خیلی مهم در رابطه با استوری بهتون گفتم. توی این آموزش میخوایم کلاً بپردازیم به اصل الگوریتم اینستا، چیزایی که اگر از اینستاگرام بدونی یعنی کلاً از تعجب شاخ در میاری که تا این لحظه اصلا بلد نبودی، حتی فکرش هم نمی‌کردی که چه لازمه‌هایی و چه فاکتورهایی واسه اینستاگرام مهمه که با همون فاکتورها میتونی پیجت رو خیلی رشد بدی. شاید ما امروزه و کلاً تو روزمرگیمون کلی کار داریم توی اینستاگرام انجام میدیم که واسه پیجای دیگه خیلی میتونه مفید بوده باشه و ما حتی فکرش هم نکردیم که یک سری از حرکت‌ها و عملکردهای ما توی اینستاگرام چقدر بقیه پیجا رو رشد داده یا چقدر برای پیج خودمون مضر بوده. اولین آیتم الگوریتمی که میخوام بهتون بگم در رابطه با نرخ پرشه. یه الگوریتم توی اینستا هست به اسم نرخ پرش. این نرخ پرش میگه ببین از تایمی که یک نفر وارد پیج تو میشه من شروع به شمارش، یعنی کسی که وارد پیج تو میشه از تایمی که وارد میشه و داره پیج تو رو بررسی میکنه، اینستاگرام شروع به شمارش انداختن میکنه. تشخیص میده که توی پیج تو یه نفر اومده 10 ثانیه مونده، یه نفر اومده 1 دقیقه مونده یا 30 دقیقه. خب طبیعتاً هر چی مخاطب مکس بیشتری تو پیجت داشته باشه برای تو و پیجت بهتره و هر چیز سریعتر از پیجت بره بیرون، در واقع پرش داشته باشه از روی پیجت، نرخ پرش پیج تو بالا میره و این به شدت برات مضره. پس تو باید مخاطبت رو کاری بکنی که زمانی که وارد پیجت میشه با توجه به تکنیک‌های مختلفی که میتونی استفاده بکنی اون رو نگه داری. حالا هم از طریق ویترین سازی و همون کاور هایلایت‌ها و کاور پستات میتونی طرف رو جذب بکنی و هم از طریق اون بیوگرافی که بهتون گفتم که مثلا توی بیوگرافی طرفو پاس بده توی هایلایت‌ها، از هایلایت‌ها طرفو دایرکتشو بگیر، توی پست‌ها هی پاسکاری بکن که الان برو پست بعدی رو ببین، الان برو پست قبلی رو ببین. اینا باعث میشه که آمار نرخ پرشت بیاد پایین و استاندارد اولیه الگوریتمو تیک. استاندارد دومی که توی الگوریتم اینستاگرام مهمه PSIS اینستاگرام. PSIS سیستم تشخیص موضوع پیج شما. از چه طریق تشخیص میده موضوع رو؟ شما با توجه به هر عملکردی که توی پیجت داری، اگر ویدیویی رو توی اکسپلورت میبینی، لایک میکنی، کامنت میذاری، معاشرت میکنی، همه اینا توی اینستاگرام به این معناه که تو خودت یه آدمی هستی که مثلا مخاطب ویدیوهای آموزشی هستی، مخاطب ویدیوهای بلاگری هستی، مخاطب ویدیوهای ورزشی هستی. تو داری این سیگنال رو به اینستاگرام میدی که دقیقاً خودت چه ویدیوهایی رو دوست داری و اینستاگرام تشخیص میده موضوع پیج خودت هم طبیعتاً باید همون ویدیوهای مورد علاقت باشه. پس اگر پیجت مثلا پیج بیوتیه ولی میری شروع میکنی پیجای ماشین و پیجای فوتبالی و پیجای ورزشی رو توی اکسپلورت نگاه میکنی، میبینی که مخاطب اونا با مخاطبای ناخن طبیعتاً یکی نیست، اتفاقی که میفته اینه که اینستا پیج تو رو به اونایی نشون میده که علاقه‌مند پیجای ورزشی و پیجای فروشگاهی هستن. بعد طرف خب اصلا تو پیجش علاقه‌مند نیست به ناخن که براش جای پست ناخن تو اکسپلورش میاد، پس رد میکنه میره. اینستا هم تشخیصش بر این میشه که اون پست تو پست خوبی نبوده. پس تو باید سیگنالی به اینستاگرام بدی که اون متوجه بشه تو مخاطبات خانوم هستن، علاقه‌مندان به لاین بیوتی. زمانی که سیگنالی به اینستاگرام میدی که اون فکر میکنه تو مخاطب تو مثلا دوست داری اصلا فروشگاه، پیجای فروشگاهی رو دوست داری، تو پیجای ماشین رو دوست داری، تو ورزشی دوست داری، تو آشپزی دوست داری. حالا باز آشپزی با لاین بیوتی تقریبا چون همه مخاطب خانومن مرتبطه، اما زمانی که مخاطب‌ها با هم مرتبط نباشه و اینستاگرام تشخیص پیج تو رو اشتباه بده خیلی برای پیجت بده. پس از همین الان اکسپلورت رو شروع پاکسازی بکن. به هیچ عنوان پیجایی و متفرقه‌ای که اصلا با موضوع پیج تو هم ارتباط نیستن رو نگاه نکن، لایک نکن، کامنت نکن و شروع کن فقط اون پیج‌هایی رو ببین و باهاشون تعامل بگیر که مرتبط با موضوع پیج خودت هست. استاندارد سوم الگوریتم چیه؟ پروسسینگ سیستم. پروسسینگ سیستم چی میگه؟ میگه که من خود اینستاگرام پردازش میکنه هر محتوایی که شما میذاری، که هر عنصری که توی اون عکسیه که تو پست کردی، توی اون ویدیویی که تو پست کردی، اینستاگرام تشخیصش میده. مثلا اگر قرار باشه که یه عکس از ساعت بذاری،
پیج فروشگاهیه، میخوای عکس از ساعت بذاری، زمانی که عکس از ساعت باشه. خب اینستاگرام این تشخیص میده که یه دونه ساعت روی عکسه و به طرفداران و مخاطبین اون ساعت ها نشون. ولی زمانی که اینستاگرام رو زمانی که میخوای عکس از ساعت بذاری، بیای ساعت باشه، کنارش یه دونه کیف باشه، تو دسته یه دونه آدم باشه که حالا لباس پوشیده کامل توی تصویر مشخصه، حتی کنار اون آدم یه دونه ماشین باشه یا هر چیزی، اینستاگرام تشخیص میده که توی این عکس ماشین هست، انسانی هست که حالت مدلینگ داره، کیف هست، کفش هست، کت شلوار هست و میاد به تمام مخاطبین تمام این عنصرها نشون میده. حالا تو باید از این سیستم به نحو احسن استفاده بکنی، نه یا چیزهایی رو توی ویدیوت بذاری که اصلاً مرتبط نیست با موضوع پیجت. باید از چیزهایی استفاده بکنی که با موضوع پیج خودت و با موضوع پیج همزمینه های خودت، مثلا توی که ناخن‌کاری تو لاین بیوتی هستی، همزمینه هات موژه هست، هر لاین بیوتی هست دیگه، بیای با همزمینه های اون نهایتا مشترک باشه. پس توی هر تصویری، توی هر ویدیویی، حتی عناصری که توی اون ویدیو هم میذارین خیلی تاثیرگذاره و سیستم پروسسینگ کامل اینا رو تشخیص میده که به چه افرادی نشونش بده. خب این سه تا الگوریتم اصلی اینستاگرام که سیستم پردازش موضوع بود که همون PSIS بود، پروسسینگ سیستم، ولی هم که نرخ پرش بود، این سه تا رو باید رعایت بکنین. حالا از کجا بفهمیم که اینستاگرام موضوع پیج من رو یا همون PSIS اینستاگرام موضوع پیج من رو به چه حالت تشخیص داده؟ دو تا کار میتونید بکنید. اول از همه با یه پیج دیگه پیج خودتون رو سرچ بکنین و اون قسمتی که پروفایلتون میاد زیر مبحث فالوینگ و فالوور و اینا، تون یه به اضافه هست که پیج هایی رو نشون میده که مرتبط با پیج شما هستن. حالا زمانی که اینستاگرام پیج شما رو تشخیصش درست باشه روش، طبیعتاً پیج هایی رو نشون میده که مثل شما هم حوزه کاری شما هستن. اگر که تشخیص اینستاگرام اشتباه بوده باشه، پیج هایی رو به شما نشون میده که اصلا هیچ ربطی با شما این نشون میده که تشخیص اشتباهه و شما باید روی این سیستم اینستاگرام کار بکنی. حالا میگم با همون ویدیوهایی که میبینی، با کسایی که فالو داری، با اکسپلوری که داری. یه حالت دوم اینه که یه پیج برو بزن همین الان، یعنی اصلا از قبل روش هیچ کاری نکرده باشی، 0 و تنها پیجی که باهاش سرچ می‌کنی پیج خودت باشه. با پیج خودت سرچ بکن، لایک بکن، با پیج خودت با اون پیج تعامل بکن. بعد از هولوش یک هفته برو نگاه بکن اکسپلور اون پیج فیکه باید شبیه باشه با موضوع پیج اصلی که سرچ می‌کردی. اگر این دوتا به هم هیچ ربطی نداره، باز تشخیص اینستاگرام رو موضوع پیجت اشتباه بود. حالا اگر PSISتون اشتباه تشخیص داده شده بود، باید چیکار بکنید؟ چند تا عامله که باید همه اینا رو تو پیجتون بررسی بکنید و همه رو اوکی بکنید. اولین عامل فالوینگ. کسایی که شما فالو کردین باید هم راستا با پیج خودتون باشه. ببینید یا با پیج خودتون هم موضوع باشن، یعنی اگر شما تو کار میکاپ هستین، میکاپ کارها رو فالو میکنید و یا مخاطبین مشترک داشته باشین. بیوتی ها، لاین بیوتی با کیا مخاطبینشون مشترکه؟ خب با تمام زیر مجموعه های لاین بیوتی مخاطبینشون مشترکه. با لباس فروشی ها و مزون های خانم ها مشترک میتونه باشه. البته اینا مهمه که هم شهر و تو همون هیته کاری خودتون باشه. مثلا اگر اصفهانی ها رو فالو کنید. یا دیگه براتون بگم پیجای آشپزی، پیجای خیاطی، کسایی که مخاطبین خانوم دارن و توی شهر و محل کار شما هستن، افرادی میشن که مخاطبین مشترک داشتن. و فالوینگ های شما باید این دسته بشه، یا کلا هم حوزه خودتون یا مخاطبین مشترک با شما داشته. موضوع بعدی هشتگایی که فالو میکنین. هشتگایی که فالو میکنی که شما حداقل باید بین 10 تا 20 هشتگ حتما فالو کرده باشین، حتما. این هشتگ ها باز باید هم حوزه کاری شما یا مخاطبین مشترک با حوزه کاری شما داشته باشه. یعنی هشتگ های خیلی غیر مرتبط فالو نه. پستایی که لایک میکنی، کامنت میکنی، سیو میکنی. این سه تا دسته هم باید پستایی باشن که مرتبط با زمینه کاری شما هستن و پستایی که لایک میکنی، کامنت میکنی، پستای خیلی حالا دور از فضای کاری خودت نباشه و پستایی رو هم که سیو میکنی باید حتما یه دونه دسته به وجود بیاری، یه دونه دسته ایجاد بکنی توی قسمت سیو هات که مثلا بیوتی لاین و این پستایی که سیو میکنی که مربوط به لاین بیوتی رو توی اون دسته سیوشون بکنی که اینستاگرام تشخیصش اشتباه. پیج ها و هشتگ هایی که سرچ میکنی باید مرتبط باشه، یعنی به هیچ عنوان هشتگ غیر مرتبط یا پیج غیر مرتبط رو با پیج کاریتون سرچ نکنید. اگر میخواین سرچ بکنید با پیج شخصیتون کار انجام بدین اگر مرتبط نیست با پیج کاریتون. و پستایی که توی اینستاگرام میبینی، پستایی که تو اکسپلور براتون میاد، اگر که ربطی با شغل شما نداره
سریعا رد شین، روشون مکس نکنید و هیچ تعاملی باشون میرسیم به دغدغه اصلی اکثر شماها که خب اوکی من فهمیدم این اینستاگرام چه الگوریتمی داره، فهمیدم باید چه شکلی فعالیت بکنم، اما محتوایی ندارم. من الان چند تا موضوع محتوایی هم بهتون میگم که شما حداقل توی هر هفته باید 5 تا پست بذارین، به همین ترتیب برید. ببینید بچه‌ها، شما بهترین حالت واسه پست گذاشتنتون ترکیب پست و ویدیو، یعنی پست اسلایدی که یه دونه از اسلایدها عکس باشه و یه دونه دیگه از اسلایدها ویدیو باشه. حالا چه شکلی این کارو بکنیم؟ مثلا من میگم واسه یه پیج ناخنی که شما می‌خواید بزنیم، یه دست پرچالش رو فیلم برداری می‌کنیم. ناخن مشتری عزیزم که صدف‌های اینطوری مثلا ویژگی‌های صدفش رو میگی. صدفش خیلی شکننده است، خیلی ناخنی که خیلی آسیب دیده و توی اسلاید بعدی کاری که روش انجام دادی و نشون میدی که خب توضیح میدی که این کار رو من انجام دادم به این دلیل که فلان مواد واسه این ناخن باید استفاده میشد که ناخن آسیب نبینه یا حالش بدتر از این نشه. پس حتی اگه پیجت یه پیج بیوتیه، صرفاً یه عکس از خروجی کار بذاری، این خیلی خوب و سازنده نیست. تو باید اعتماد سازی بکنی دیگه. پس بیا سواد و علم کاریت رو هم نشون بده و اینطوری هم ویدیو میذاری که خب ویدیو و ترکیبش با عکست خیلی ویو میگیره، همین که مخاطبی که اون ویدیو رو میبینه که تو چقدر علمت بالاه، خیلی بهتر و سریعتر به تو اعتماد. بچه‌ها شما باید توی محتواهایی که تولید میکنی چند تا چیز رو نشون بدی. اول از همه از کلمات لاتین استفاده بکنید که خب ما توی هر حرفه‌ای که باشیم طبیعتاً کلی واژه‌های لاتین داریم که خب یه مقدار میتونه سواد کاریمون رو بیشتر نشون بده. تجهیزات حرفه‌ایتون رو نشون بدین، چه تجهیزات فیلمبرداری که دارین باهاش کار می‌کنین و چه تجهیزات کاریتون که اصلا شاید برای اون مخاطب خیلی جالب و عجیب باشه، شاید حتی ندونه که ما با چه ابزارهایی کار می‌کنیم. شخصی سازی تجهیزات. اگر بیاین و توی ویدیوهاتون، توی حالا کارهایی که دارین می‌کنین، برند و لوگوی خودتون رو توی اون تجهیزاتی که دارین از استفاده می‌کنید به کار ببرید. مثلا داری از یه سوهانی استفاده میکنی که برندت روشه، اسمت روشه، داری از یه روی میزی کار میکنی که بک‌گراند صفحه لوگو و اسمت روی میز هست، داری با یه دستکشی کار میکنی، با یه پیشبند یا کلاهی کار میکنی که لوگو سازی خودش خیلی خوبه. نشون دادن شلوغ بودنتون توی ویدیوهاتون، توی استوری هاتون نشون بدین که سرتون شلوغه. این خودش عامل اصلی اعتماد سازیه بچه‌ها. مخاطب زمانی که این رو حس بکنه که نه اینم انگار خبرش نیست، انگار همینجوری فقط میاد سالی یه بار یه پستی استوری چیزی میذاره میره، خیلی نمیتونه به شما اعتماد بکنه، مگر اینکه متوجه بشه نه سرتون خیلی شلوغه، مشتری هستیم، فول تایم هستیم و مدام دارین کار می‌کنین. و بحث آخر تئوری محدودیته. شما زمانی که میخواین نوبت‌دهی داشته باشین، زمانی که میخواین یک آموزشی رو فروش داشته باشین یا هر چیزی، باید از تئوری محدودیت استفاده بکنید که طرف مقدار سریع‌تر به خودش بجوبه. میگم مثلا زمانی که میخوای نوبت‌های هفته‌تو پر بکنی، آخر هر هفته یا اول هر هفته بدون استوری میذاری و تایم‌های خالی که اصولاً باید تایم‌های خیلی محدودی باشه، اونا رو نشون میدی که سریع‌تر اقدام بکنن به نوبتی. از تئوری محدودیت وقتی که میگم هفته‌ای 5 تا پست بذار، اینطوری نباشه که 5 تا پست از کجا بیارم. خب اوکی، نهایتش میری چیکار می‌کنی؟ میری شروع می‌کنی، یه دونه مدل می‌زنی، 5 تا ازش می‌گیری تا آخر هفته همونا رو می‌زنی. برای اینکه محتوا تکراری نشه، شما باید بیاین اون پستایی که قراره بذارین رو تقسیم بندی. یعنی چی؟ یعنی 30% نمونه کارت رو فقط بذاری، 20% محتوای سرگرم کننده بذاری و 50% محتوای اعتماد ساز. پس برای اینکه پیجتون خسته کننده نشه و از هر نوع موضوعی تو پیجتون باشه که اصلا ببینید کدومش ویو بیشتری میخوره، حتما این سه تا رو باید رعایت بکنید. هم توی پیجتون نمونه کار باشه، هم محتوای سرگرم کننده، هم محتوای اعتماد ساز. محتوای سرگرم کننده میشه مثل چی؟ آقا پستایی که مخاطب رو سرگرم کنه و طرف تا آخرش رو براش وقت بذاره. شاید پست آموزشی مثلا یه نفری که اصلا به دردش نمیخوره تا آخر براش وقت نذاره دیگه، اما پستای سرگرم کننده رو اصولا همه تا آخر میبینن. مثل چه پستایی؟ مثل پستای چالشی که توی اینستاگرام هر بار یه چالش ترند میشه، هر بار یه موزیک ترند میشه. اینها خیلی خوبن که شما طبق همین ترندها هر سری اون پستای اون شکلی رو پر بکنی و بزنی. که به خصوص توی لاین‌های بیوتی هم خیلی زیاده این ایده، خیلی خیلی زیاده، از لحاظ چه داب اسمشش، چه یک سری حرکاتی که به مشتری انجام میدی، چه یک سری ادیتایی که رو نحوه کار کردنت میزنی، پست‌های داب اسمشی و پست‌های خاطره‌گویی. دیدی مثلا یکی میاد توی
پیجش میشینه میگه که آره مشتری داشتم اومد این داستان جنجالی میگه خب یه خاطره رو تعریف کرده. اینا همه جز محتواهای سرگرم کننده. پست اعتماد ساز پستایی هستن که علم و سواد کاری شما رو نشون میده. درسته طبیعتاً اون نمونه کارهاتون هم اگر خیلی خوب باشه کیفیتش و عکاسیش اعتماد سازه، اما کافی نیست. پست های نمونه کار شما که صرفا یه دونه عکس از خروجی کارتونه کافی نیست واسه اعتماد سازی. همونطور که گفتم سری پیش و توی اسلایدهای قبلی هم باید پست هاتون به این حالت باشه که شما سواد کاریتون رو هم نشون بدین. آقا توضیح بدین. اگر تو کار کراتین موی قبل و بعد فقط میذاری، یه موزیک هم میذاری، روش این کار نکن. یه پست اسلایدی بذار. اسلاید اول که قبل مو رو میذاری در مورد جنس مو توضیح بده. شاید تازه سری‌ها دردشون مشخص شه. وقتی که داری میگی این مو از اون موهای خشکیه که تا میکشی اینطوری میشه، تا از حمام میای بیرون سشوار میکشی پف میکنه وزن میشه، سریعا که تو دل خودش میگه وای این که عین موهای منه. پس وقتی که توضیح میدی حتی درد مخاطب رو بیشتر مشخص میکنه. و تو اسلاید بعدی میگی به خاطر اینکه جنس موشون این بود از فلان برند استفاده کردیم، از فلان مواد استفاده کردیم، حالا خشکی موشون رو احیا میکنیم، حالا فلان میکنیم. این رو توضیح بده لطفاً. خیلی تاثیرگذاره. موضوع بعدی توی مبحث محتوای پیج ها ریلز هایی که شما میتونید بذارید. چه نکاتی رو رعایت بکنیم که ریلزمون بازدید بهتری بگیره. اول از همه بچه‌ها وقتی که دیدین ریلز توی پیجتون جواب میده، باز هم به این صورت پیش نرین که دیگه فقط ریلز بذارید. حتما از پست های اسلایدی، از پست هایی که حالا به صورت تک تصویر هستن، از اینا هم استفاده بکنید. حتما هفته‌ای 2 تا ریلز بذارین که توی اونها حتما از یه دونه موزیک ترند یا از امکانات خود ریلز استفاده شده باشه. امکانات ریلز افکت هست که شما میتونید تو خود اینستاگرام افکت رو ویدیوتون بندازین. خیلی چیزا هست، ادیت هست، تمپلیت هست که اصلا از طریق خود تمپلیت ریلتون رو بسازین و ادیت بزنین. میتونین از اونها استفاده کنید. توی ریلز بیشترین چیزی که خیلی تاثیر داره شیر بالاه و زمان گذاشتن مخاطب. سیو و کامنت و لایک در اونها تاثیر نداره واسه ریلز نمیگم و حتی همین هم قبلا خیلی تاثیر داشته، اما در حال حاضر واسه ریلز بیشترین چیزی که مهمه شیر بالا و زمان گذاشتن مخاطب. واسه اینکه زمان بگیرین از مخاطب، بیاین و توی 5 ثانیه اول ریلتون حتما یه عنوانی بذارین که مثلا اگه تا آخر ببینی آخرش فلان اتفاق میفته، اگه تا آخر ببینی ترکی از خنده، طرفو راغب بکنی که تا آخر براش وقت بده. و این رو بدون که توی اینستاگرام ریلزهای زیر 45 ثانیه خیلی آمار بهتری داره. حتی اگر ویدیو طوریه که آقا 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه هستش، بیا 2 قسمتش بکن. یه قسمتش رو امشب پست بکن، همون ریلز بکن، مثلا یه قسمت 45 ثانیه. 45 ثانیه دیگه رو فردا شبش بذار. 2 تا قسمت بکن، هم 2 تا ریلز مختلف گذاشتی، هم این که طرف که ریلز قبلی رو دیده وای میسه ریلز بعدی رو میبینه و در واقع یه طوری نمیشه که تا آخر ریلزتو نبینن و خوب آمار پیجت بیاد. موضوع بعدی اینه که آقا اصلا از کجا محتوا بیارم؟ بچه‌ها محتوا رو شما 2 تا راه دارین که اصلا پیش پاتونه ها، ولی فقط کافیه که بدونین چیه و انجامش بدین. اولین محتوایی که میتونین بسازید از سوال‌ها و چالش‌های مخاطبین خودتونه. آقا مثلا در روز کلی سوال داری، کلی دایرکت داری که من چه شکلی باید از شما نوبت بگیرم، بیا یه دونه پست بساز، حتی بدون پست بساز یه نفر رو به عنوان مشتری بذار که اون داره از تو نوبت میگیره و تو براش توضیح میدی که بعد میتونه دایرکت بهت بده، میتونه با این شماره تماس بگیره، میتونه حضوری بیاد فلان جا. اینا رو توضیح بده توی پستت. یا مثلا اگر که تو کار چه میدونم یه لاین بیوتی هستی مثل فیشیال، هی ازت میپرسن که تو خونه چه روتینی باید انجام بدیم، اینا رو بیا پست بساز. سوال‌های مخاطبینت رو بیا پستش بکن. حالت دوم که خیلی جوابه اینه که جستجوگر باشی توی اینستاگرام. اگر داری توی اینستا وقت میذاری اکسپلور گردی میکنی، برای همین میگم پیجای هم حوزه خودت رو ببین چه خبره، ببین چه چیزی ترنده و همونا رو برو. مثلا میگم واسه شب عید اکثر حوزه‌های بیوتی با این داستان که آقا نوبت نداریم، وقت نداریم، حالت فان کرده بودن و اکثرا با این داستان پست ساخته بودن. خب واسه اون مقوله زمانی، واسه همون بحران اوکی بود اون پست ها. توی هر بحث تایمی، توی هر لاینی کلی چالش هست که فقط کافیه توی اینستاگرام بگردی، موزیکا رو پیدا بکنی، چالش‌ها رو پیدا بکنی، صدا رو پیدا کنی، رو همون ضبط کنی. خیلی جواب. تا اینجا محتوای پیج‌های خدماتی رو با هم بررسی کردیم که اصلا چیا باشه، چه موضوعاتی داشته باشه، چه اصولی داشته باشه. حالا می‌خوایم ببینیم برای پست گذاری و برای ارائه اون محتواها چه چیزایی باید رعایت کنیم. اولین چیز هشتگ هایی که شما زیر پستاتون میذارید. این هشتگ ها قاعده و قانون داره، هر چقدر دلت خواست یا هر جوری که دلت خواست نیست. ببین کلا اینستاگرام به تو اجازه میده زیر پستات تا 30 تا دونه هشتگ بذاری، اما اینکه تو دقیقاً چند تا بذاری برمیگرده به تعداد فالوور پیجت. ببین پیجای زیر 5k هشتگ مجازشون بین 15 تا 25 هشتگ. وقتی من بررسی میکنم میبینم پیجای زیر 5k در حد 6 تا 7 تا اینا هشتگ گذاشتن. خب این اصلا پیجای 5 تا 10k بین 13 تا 20 تا هشتگ میتونن بذارن.
و پیج های 10 تا 50K بین 10 تا 20 هشتگ. در واقع هر چیز تعداد فالوور میره بالاتر، هشتگ هایی که شما استفاده میکنی کمتر. حالا بچه‌ها هشتگ ها رو شما میتونید توی کپشن پستتون بنویسین، میتونین توی کامنت پستتون بنویسین، میتونین هم توی کپشن پستتون بنویسین هم تو کامنت پستتون. میایم یه قانونی گذاشتیم به اسم 333. توی این قانون میگیم آقا 3 تا پست اولت رو هشتگاش رو بیا و تو خود کپشن بنویس. 3 تا پست بعدی و هشتگاش رو بیا نصفش رو تو کپشن بنویس، نصفش رو تو کامنت ها بنویس. و 3 تا پست بعدی رو همه رو تو کامنت ها بنویس و دوباره برگرد از اول. طبق این قانون هشتگاتو هی جاشو عوض بکن. برای اینکه پیجتون آمارهای بهتری داشته باشه، شما باید از تمام موضوع پست‌ها استفاده کنید. شما به چند حالت میتونید پست بذارید. پست‌هایی که ریلز زیر 1 دقیقه هستن، ریلزهای بالای 1 دقیقه، عکس اسلایدی، عکس تکی، اسلاید تکی، عکس و ویدیو. 5 تا حالته که دقیقاً وقتی که می‌خوای توی یه دونه هفته 5 تا پست بذاری، اگه از این 5 تا حالت از هر کدومش استفاده بکنی خیلی خوبه. یه ریلز زیر 1 دقیقه بذاری، یه دونه بالای 1 دقیقه بذاری، یه دونه عکس اسلایدی بذاری، یه دونه تکی بذاری، یه دونه هم عکس اسلایدی باشه، هم ویدیو باشه. این خیلی خوبه. تا یه مدت که این کارو انجام دادین، باید بررسی بکنین آمار هر کدوم از این پست‌ها رو، ببینین توی پیج شما مخاطبینتون کدوم رو بیشتر پسندیدن، ریچ کدوم بیشتر بوده، تعامل کدوم بیشتر بوده و دیگه اکثر یعنی 70% پیجتون رو ببرین سمت. مثلا میگم خیلی‌ها فکر میکنن ریلز بیشترین ویو رو تو پیجشون خورده. شما کاری به ویو نداشته باش. شما وقتی که وارد این سایت پیجت میشی، تعامل رو نگاه بکن. تعامل مهم‌تره برام. تعاملی که خورده خیلی وقتا روی پست‌های تکی بیشتر بوده یا روی پست‌های اسلایدی بیشتر بوده به چند دلیل. یکیش به دلیل اینترنتمونه توی کشورمون، چون اینترنت خیلی پایینه سرعتش، دیگه کمتر کسی ریلز رو اصلا میتونه ببینه. سرعت یاری نمیده، پس عکس‌ها و تصاویر تک اسلایدی خیلی بهتر میشه. و دو اینکه آقا افراد بیشتری شده این پست و پیج دیگه، برای همین افراد بیشتری باهات تعامل گرفتن. پس اینا رو بررسی بکن، هر 5 تا حالت رو بذار تا یه مدت، بعد برگرد بررسی کن کدومش بهتره.